در خانه، محل کار و یا شاید در خیابان ممکن است فردی جلوی شما به یک باره بیهوش به زمین بیفتد و تنفس او قطع شود. ضربان قلب انسان توسط یک جریان الکتریکی ایجاد می شود که خود قلب آن را تولید می کند. عدم تولید این جریان و یا تولید اشتباه آن باعث ایست قلبی می شود. 20 ثانیه پس از ایست قلبی مراکز تنفس در ساقه مغز کارایی خودشان را از دست می دهند و تنفس فرد قطع می شود. اما از کار افتادن قلب و ریه ها به معنی اعلام مرگ بیمار نیست، چون مغز هنوز زنده است و بدن می تواند دوباره زندگی خودش را به دست بیاورد. اما پس از ایست قلبی زنده ماندن مغز هم دائمی نیست. در واقع مغز تنها 4 دقیقه می تواند خون کهنه اطراف خود را تحمل کند و بدون جریان داشتن خون تازه پس از 4 دقیقه شروع به آسیب دیدن می کند و پس از 10 دقیقه بازگشت به زندگی غیر ممکن می شود. ما با ماساژ قلبی می توانیم کار قلب را به شکل مصنوعی ادامه دهیم. با هر فشاری که به قفسه سینه فرد می آوریم، خون درون قلب را از آن خارج می کنیم و به سمت مغز می فرستیم. سپس مجدد خون وارد قلب شده و ما این کار را تکرار می کنیم. بنابراین هدف از احیا زنده نگه داشتن مغز تا زمانی است که نیروهای امدادی به محل برسند. اما احیای قلبی را چگونه انجام دهیم؟ وقتی فردی جلوی شما ناگهان روی زمین میافتد، در اولین فرصت به سمت او رفته و علائم هوشیاری را چک کنید. برای این کار به شانه فرد ضربه زده و با صدای بلند از او بخواهید که چشمانش را باز کند و یا چیزی بگوید. اگر هیچ پاسخی نداد، تنفس او را چک کنید و اگر نفس نمی کشد، فوراً به فردی در اطرافتان بگویید که به 115 یا اورژانس زنگ بزند و خودتان عملیات احیا را شروع کنید. هر دقیقه که از ایست قلبی یک انسان بگذرد، 10% از شانس برگشت قلب کم خواهد شد. بنابراین عملیات احیا باید به سرعت و دقت انجام شود. پس از تماس با اورژانس، بیمار را در وضعیت مناسب طبق تصویر قرار دهید و سپس دستان خود را طبق تصویر قفل کرده و عمود بر قفسه سینه درست روی استخوان جناق قرار دهید. ماساژ قلبی باید نسبتاً سریع انجام شود و معادل 100 بار در دقیقه باشد و با هر بار فشار دادن قفسه سینه را باید حدود 4 الی 5 سانتی متر به داخل فشار دهیم. به این ریتم ماساژ در انیمیشن توجه کنید. ریتم درست ماساژ اهمیت بالایی دارد، زیرا اگر ماساژ قلبی را آرام انجام دهید، خون کافی به مغز نمی رسد و اگر آن را سریع انجام دهید، قلب فرصت کافی برای پر شدن پیدا نمی کند. پس از 30 مرتبه ماساژ قلبی که باید آن را در 18 الی 20 ثانیه انجام دهید، فرد نیاز به 2 مرتبه تنفس مصنوعی دارد. سر بیمار را مشابه تصویر بالا بگیرید تا زبان راه هوایی بیمار را مسدود نکند. سپس مسیر بینی را با دست ببندید و به اندازه‌ای درون ریه ها هوا انتقال بدهید که قفسه سینه آن کمی بالا بیاید. پس از خروج هوای بازدمی و پایین رفتن قفسه سینه، مجدداً این کار را تکرار کنید. سپس فوراً 30 مرتبه ماساژ قلبی بعدی را شروع کنید. قانون 30 بار ماساژ و 2 مرتبه تنفس را بدون وقفه ادامه دهید تا زمانی که کادر درمانی از راه برسند. اگر بیمار حین احیای قلبی پلک بزند و تنفس طبیعی خودش را برقرار کند، می توانید احیا را متوقف کنید. در انتها به چند نکته تکمیلی توجه کنید. نکته اول: چنانچه شما با بیماری مواجه شدید که چند دقیقه از ایست قلبی آن گذشته است، ابتدا 2 دقیقه ماساژ قلبی به آن بدهید و سپس به اورژانس زنگ بزنید.
نکته دوم، اگر با فردی چاق مواجه شدید، باید ماساژ قلبی را با فشار بیشتری انجام دهید و اگر حین ماساژ استخوان جناق فرد شکسته شد، بدون توجه به آن به کار خود ادامه دهید. نکته سوم، اگر با فردی مواجه شدید که به دلیل خفه شدن در آب دچار ایست قلبی شده است، قبل از ریتم معمولی احیا، در ابتدا به آن 5 بار تنفس مصنوعی بدهید و سپس قانون 30 بار ماساژ و 2 تنفس را تا زمان رسیدن اورژانس ادامه دهید.